دانش به زبان ساده. پهلوانان برای ایرانن. رستم اگر پهلوانی میکنه برای پاسبانی و پاسداری از ایرانه. تن و جان فدای سپهبد کنم، این رو رستم فریاد میزنه. تن و جان فدای سپهبد کنم، طلسم و تن جادوان بشکنم. هر آن کس که زنده است از ایرانیان، بیارم ببندم کمر بر میان. شهریاران ایران هم در خدمت ایرانند. اگر پادشاهی ستوده است در شاهنامه برای دادگری و برای ایرانه. اگر پادشاهی چون کیخسرو آرمانی است برای اینه. و اگر پادشاهی در این خدمت نیست، مردم دار نیست، اگر به فکر ایران نیست، ستوده نیست در شاهنامه. مانند کیکاووس، مانند گشتاس، مانند قباد و بسیاری است. و فره کیانی، فره ایزدی تا زمانی با اون پادشاه هست که مردم دار باشه، یعنی مشروعیت مردمی داشته باشه. این نیست که فره ایزدی همیشه همراه هر پادشاهی باشه، هر حرکتی انجام بده. به همین خاطره که در شهریاری ایران زمین، شهریاران پاسبان بزرگ ایرانند و برای ایران به جان میکوشند. بر اساس نظریه مکانیک کوانتومی، اگر بخواهیم پولاریزاسیون یک فوتون را اندازه‌گیری کنیم، نتیجه اندازه‌گیری شکلی تصادفی دارد. پس بدین شکل پولاریزاسیون فوتون در اینجا یا با آشکارساز سمت راست و یا با آشکارساز سمت چپ مشخص می شود. باید در نظر داشت که ما نمی توانیم از قبل بدانیم که نتیجه آزمایش توسط کدام آشکارساز مشخص می شود. اما اگر بخواهیم پولاریزاسیون دو فوتون در هم تنیده را اندازه گیری کنیم، می بینیم که نتایج اندازه گیری پولاریزاسیون فوتون سمت راست و نیز فوتون سمت چپ با آنکه همیشه تصادفی می باشد، اما به شکلی شگفت‌انگیز این نتایج به نسبت هم کاملا کوغله یا مشابه و یکسان نیز می باشد. یعنی پولاریزاسیون اندازه گیری شده این دو فوتون در هم تنیده همیشه مشابه و یکسان می باشد. دقیقاً به مانند آن که این روند تصادفی بودن با وجود فاصله زیاد دو فوتون از یکدیگر متأثر از هم می باشد. در حالی که بر اساس نظریه نسبیت اینشتین دو جسم جدا از هم نمی توانند بر روی یکدیگر تأثیری آنی داشته باشند، تنها به این دلیل که برای تأثیری آنی داشتن باید سرعتی بیشتر از سرعت نور داشت و این اصل لوکالیته یا محلیت می باشد. و به این شکل است که اینشتین می گوید که نظریه مکانیک کوانتومی کامل نیست و باید آن را کامل کرد و فرض را بر این می گیرد که دو فوتون از همان ابتدا با یک اندازه پولاریزاسیون مشابه و یکسان به وجود آمده اند. نیلز بور و فیزیکدانان مکتب کوپنهاگی با این دیدگاه اینشتین مخالفت می کنند و می گویند که نظریه مکانیک کوانتومی نظریه است کامل و در همتنیدگی یک واقعیت فیزیکی است. در دهه 60 میلادی جان بل این بحث و جدال را از بحثی فلسفی و تفسیری به بحثی ریاضی و معادلاتی تبدیل می کند و نشان می دهد که با تغییر زاویه یک پولاریزور به نسبت پولاریزور دیگر، کوغلاسیون یا تشابه و یکسانیه بین نتایج اندازه‌گیری نیز تغییر می کند. جان بل می گوید که هیچ نظریه‌ای که پایبند لوکالیته یا محلیت باشد نخواهد توانست با تغییراتی که توسط مکانیک کوانتومی پیش بینی شده و در اینجا با منحنی سفید نشان داده می شود منطبق باشد. و به این شکل این فیزیکدان بزرگ در برابر موقعیت ویژه‌ای قرار می گیرد که در آن نظریه مکانیک کوانتومی و نیز نظریه‌ای بر اساس لوکالیته یا محلیت نتایجی را پیش بینی می کنند که با یکدیگر در تضادند. و این موقعیت ویژه و تضاد در نتایج دو نظریه لزوم انجام تجربه ای را به میان می کشد. تجربه ای که توسط آن بتوان به شکلی قطعی به این بحث و جدال خاتمه داد. تاریخ و سرگذشت در همتنیدگی کوانتومی، بخش سوم، آزمایش های تجربی آلن اسپه.
زمانی که من در سال 1974 مقاله جان بل را خواندم و شروع به پژوهش درباره این موضوع کردم، تنها تعداد انگشت شماری از فیزیکدانان بودند که می گفتند مسئله ای را که جان بل مطرح می کند بسیار شگفت‌آور است و باید در این باره تحقیق و پژوهش کرد و جان کلازر یکی از آنان بود. جان کلازر و همکارانش از نخستین فیزیکدانانی بودند که تلاش کردند تا نابرابری‌های بل را به شکلی تجربی نشان دهند. جان کلازر میگوید اندازه‌گیری کوانسیدانس یا تصادفی و منطبق بودن نتایج برای تنها 4 شکل بندی پولاریزرها کافی است تا پارامتری را محاسبه کنیم که ویژگی خاصی دارد. اگر طبیعت رفتاری ریالیست یا واقعی و لوکال یا محلی داشته باشد که به دیدگاه اینشتین نزدیک است، پس این پارامتر باید الزاماً کوچکتر یا برابر با 2 باشد. و در مقابل اگر کوانسیدانس یا تصادفی و منطبق بودن نتایج بین 2 آشکارساز از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی می کند، این پارامتر باید بزرگتر از 2 باشد و در این صورت نشان می دهد که نابرابری های بل نقض شده است. و به این ترتیب پس از گذشت 30 سال از یک بحث فلسفی به یک کمیت قابل اندازه‌گیری شدن می رسیم و تجربه فکری به تدریج به تجربه فیزیکی تبدیل می شود. در سال 1972 در برکلی، کلوزر و فریدمن نخستین آزمایش را با فوتون‌های در هم تنیده انجام می دهند و با نقص نابرابری‌های بل به نتیجه‌ای در تایید نظریه مکانیک کوانتومی می رسند. در حالی که در سال 1973 در هاروارد فیزیکدانانی دیگر به نتیجه‌ای در تایید دیدگاه متغیرهای پنهانی اینشتین می رسند. باید در نظر داشت که این آزمایش‌ها در بازی زمانی بسیار طولانی انجام می‌شد، بدین شکل که انباشت داده‌ها به چند ساعت زمان نیاز داشت و به همین دلیل از دقت زیادی برخوردار نبود. در سال 1976 یک تجربه تازه در آمریکا از وجود تکنولوژی جدیدی بهره می‌برد. از لیزرهای قابل تنظیم برای سرعت بخشیدن به تولید جفت‌های فوتون در هم تنیده و به این ترتیب تامسون و همکارانش به نتایجی جدید میرسند که نظریه مکانیک کوانتومی را تأیید می‌کند. در اواسط دهه 70 میلادی به نظر می‌رسید که نظریه مکانیک کوانتومی در حال غلبه بر نظریه مبتنی بر لوکالیته یا محلیت میباشد. و اما یا در نهایت دست کشیدن از دنیایی که تکیه بر لوکالیته یا محلیت دارد از اهمیتی آنچنانی برخوردار است؟ آیا دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم خود دنیایی نون لوکال یا غیر محلی نیست؟ با این تکنولوژی مدرن آیا ما نمی توانیم به شکلی آنی هر اطلاعاتی را به هر فاصله ای ارسال کنیم؟ باید گفت که نه. اطلاعات همیشه از طریق سیگنال هایی ارسال می شود که نمی توانند سریعتر از سرعت نور پخش و پراکنده شوند. تمامی شیوه های مختلف ارتباطی از اصل لوکالیته یا محلیت پیروی می کنند و این مهمترین و اصلی ترین اشتباه عملی تجربیات فیزیکدانان آمریکایی بود. پس اگر در آزمایش ها پولاریزور که ثابت و بی حرکت است قادر باشد با منبع تولید فوتون وارد کنش شود، پس این کنش بین پولاریزور و منبع تولید فوتون از همان آغاز می تواند به فوتونی که ارسال خواهد شد بگوید که این مقدار اندازه است که در اندازه‌گیری بر روی تو خواهیم داشت. پس ترتیبی بده که نتیجه‌ای باشد که منطبق بر پیشبینی مکانیک کوانتومی باشد. به نظر می رسد که این شیوه استدلال بیشتر به توطئه شباهت دارد. اما باید بدانیم که زمانی که در آزمایش همیشه نظریه‌ای همانند یک توطئه تکرار می شود و به نتیجه نیز می رسد، در واقع این نظریه در دنیای فیزیک یک توطئه نیست، بلکه یک قانون جدید فیزیکی است که تا آن زمان آن را نمی شناختیم و از وجود آن بیخبر بودیم. پس برای آزمایش واقعی لوکالیته یا محلیت
باید از این نوع کنش‌ها و ارتباطات که می‌تواند بین پولاریزورها و منبع تولید فوتون ایجاد شود جلوگیری کنیم. و به همین دلیل است که جان بل در مقاله سال 1964 خود پیشنهاد انجام آزمایش به گونه‌ای را می‌دهد که در آن پولاریزرها بتوانند در آخرین لحظه زاویه خود را تغییر دهند. بدین ترتیب به دلیل آنکه اطلاعات نمی‌تواند سریعتر از سرعت نور ارسال شود، پس زمانی که فوتون ارسال شده و به جلو می‌رود، اگر زاویه پولاریزور تغییر کند، این پولاریزور زمان کافی برای کنش با منبع تولید فوتون را نخواهد داشت. به این شکل با این تغییر زاویه پولاریزور به یک تقابل کامل بین آنچه که مکانیک کوانتومی پیش بینی می‌کند و دیدگاه کلی اینشتین از جهان می‌رسیم. دیدگاه نسبیتی کامل که می‌گوید هیچ چیزی نمی‌تواند سریعتر از سرعت نور حرکت کند. پس این تجربه رویارویی جهانبینی کوانتومی است در تقابل با دیدگاه نسبیتی اینشتین. و بدین گونه بود که در سال 1974 آلن اسپه در مؤسسه اپتیک اورسی در نزدیکی پاریس تصمیم به راه اندازی آزمایش جدیدی می کند. آزمایشی که در آن بتوان زاویه پولاریزر را در آخرین لحظه تغییر داد تا به این شکل تجربه فکری جان بل را به تجربه عملی تبدیل کند. اما پیش از برپا کردن سیستم تغییر جهت بسیار سریع پولاریزرها، آلن اسپه می بایست به کمک مهندسان بقیه دستگاه‌های این آزمایش را راه اندازی کند. نخستین مرحله ساختن یک منبع تولید فوتون‌های در هم تنیده است که بسیار کارآمدتر از منبع تولید فوتون در تجربیات فیزیکدانان آمریکایی باشد. در این مرحله که 5 سال طول می کشد، آلن اسپه مکانیزمی را به وجود می آورد که در آن اتم‌های کلسیم طی روندی پیچیده توسط 2 پرتو لیزر برانگیخته می شوند و به این ترتیب فوتون‌های در هم تنیده تولید و ارسال می کنند. این مکانیزم تازه قادر بود که تنها در 1 دقیقه همان تعداد فوتون‌های در هم تنیده را تولید کند که فیزیکدانان آمریکایی برای تولید آن صدها ساعت وقت می‌گذاشتند. در سال 1979 مهندسی دیگر به همکاران آلن اسپه ملحق شده و به ساخت سیستم آشکارسازی و شمارش کوانسیدانس یا تصادفی و منطبق بودن نتایج کمک می‌کند. و اما در این مرحله به یک سیستم الکترونیکی بسیار سریع نیاز داریم تا بتواند از عملکرد منبع جدید حداکثر استفاده را ببرد. و این زمانی بود که علم کامپیوتر در حال گسترش و پیشرفت بسیار سریعی بود و نخستین کامپیوترهای کوچک تازه به بازار آمده بود. در سال 1981 آلن اسپه و همکارانش نخستین آزمایش خود را بر اساس همان نوع آزمایش که فیزیکدانان آمریکایی انجام داده بودند انجام داد، البته با ارسال تعداد بسیار بیشتر فوتون‌های در هم تنیده، و به این شکل بار دیگر به گونه‌ای بسیار دقیق نشان داد که نابرابری‌های بل دوباره نقص می‌شوند. پس از این آزمایش ابتدایی، آلن اسپه به دنبال درست کردن مکانیزمی بود که در آن پولاریزرها بتوانند در آخرین لحظه، یعنی پس از آن که فوتون‌های در هم تنیده از منبع خارج شده و به جلو حرکت می‌کنند، تغییر زاویه بدهند. و اما چگونه می‌توان پولاریزرهایی که بسیار سنگین می‌باشند را در کمتر از چند ده نانوثانیه تغییر زاویه داد؟ چند ده نانوثانیه مقدار زمانی است که فوتون پس از خارج شدن از منبع برای رسیدن به پولاریزور احتیاج دارد. در این تجربه فاصله منبع تا پولاریزور تنها 12 متر است. برای این کار آلن اسپه به جای آنکه پولاریزرهای سنگین را تغییر زاویه بدهد، به این فکر افتاد که سیستمی آلیاتوار یا تصادفی را درست کند که در آن فوتون‌ها بتوانند در آخرین لحظه تغییر مسیر دهند و به طرف یکی از 2 پولاریزوری که نسبت به هم دارای زاویه می باشند بروند.
دقیقاً مانند سیستم سویچ یا تغییر جهت ریل قطارها که مسیر قطار را منحرف کرده و بر روی ریل دیگری می‌فرستد. به این ترتیب LNSP با ارسال حساب شده امواج ماورالصوتی به داخل یک کریستال ترتیبی می‌دهد که فوتون‌های ارسال شده بر اثر امواج ماورالصوتی تغییر جهت داده و یا به طرف پولاریزور سمت چپ و یا به طرف پولاریزور سمت راست رانده شوند. LNSP برای بهبود کار در نهایت از آب به جای کریستال استفاده می کند. و سرانجام پس از 8 سال کار سخت و مداوم در سال 1982 همه چیز برای آزمایش آماده می شود. و این کاملترین و دقیق ترین آزمایش نابرابری های بل تا آن زمان بود. و بدین ترتیب LNSP به شکلی دقیق نشان می دهد که کوغلاسیون یا تشابه و یکسانی بین نتایج فوتونها حتی اگر در آخرین لحظه سمت و سوی پولاریزر را تغییر دهیم تا پولاریزرها با منبع تولید فوتون وارد کنش نشوند، از پیش بینی های مکانیک کوانتومی پیروی می کند. و به این شکل در سپتامبر سال 1982 LNSP و همکارانش با نوشتن مقاله‌ای به شکلی قطعی درست بودن نظریه مکانیک کوانتومی را اعلام می کنند و نشان می دهند که دیدگاه اینشتین اشتباه بود و نیلز بور درست می گفت و در همتنیدگی کوانتومی یک واقعیت است و لوکالیته یا محلیت وجود ندارد. و به موازات آن فیزیکدانان به اهمیت در همتنیدگی کوانتومی و کاربردهای بالقوه آن پی میبرند. برای نمونه رمزنگاری و ارتباطات کوانتومی، هدف یک پروتکل رمزنگاری در آن است که یک پیغام را برای همه به جز شخصی که مورد نظر است غیر قابل فهم کند. رمزنگاری در همه جای شبکه اینترنت وجود دارد و به داده‌های رد و بدل شده شکلی ایمن می‌دهد. از فرستادن یک میل تا واریز کردن پول در یک حساب بانکی، و این وظیفه ایمنسازی داده‌ها در اینترنت به پروتکل HTTPS سپرده شده. وقتی کاربر A میلی را برای کاربر B می‌فرستد، پیغامش توسط یک کلید مجازی به شکل رمز درآمده و کسانی که به این کلید مجازی دسترسی ندارند قادر به رمزگشایی از این پیغام نیستند. و اگر کاربری به هر شکلی به این پیغام دسترسی پیدا کند بدون داشتن کلید مجازی قادر به رمزگشایی از پیغام نخواهد بود. اما کاربر ب با داشتن این کلید مجازی می تواند از پیغام رمزگشایی کرده و آن را بخواند. هدف تمامی پروتکل‌های رمزنگاری در آن است که شیوه‌ای را درست کنند که این کلید مجازی تنها برای دو کاربر مجاز قابل دسترسی باشد و به دست دیگران نیفتد. کمی پس از آزمایش تجربی LNSP در سال 1982 آرتور ریکرت، فیزیکدان لهستانی بریتانیایی، پروتکل رمزنگاری غیرقابل نفوذی را پیشنهاد می‌دهد که بر مبنای ویژگی نون لوکال یا غیر محلی در همتنیدگی استوار بود. منبعی را در نظر بگیرید که فوتون‌های در همتنیده تولید می‌کند. با انجام یک سلسله اندازه‌گیری بر روی تعدادی از این دو فوتون‌های در همتنیده، دو کاربر معلوم و مشخص قادر به تهیه یک کلید مجازی رمزگشا خواهند بود که برای هر دو طرف شکلی مشابه و یکسان دارد. و اگر شخص سومی مبادرت به دستیابی به داده‌های مورد نیاز برای ساختن این کلید مجازی کند، یعنی بخواهد فوتونی را مورد اندازه‌گیری قرار دهد، پس در همتنیدگی از بین می رود و کاربران متوجه می شوند که شخصی ناشناخته مبادرت به دستیابی به داده‌ها کرده. تنها به این دلیل که کوغلاسیون یا تشابه و یکسانی بین نتایج اندازه‌هایشان دیگر نابرابری‌های بل را نقص نمی کند. یکی دیگر از کاربردهای بالقوه در همتنیدگی کامپیوتر کوانتومی است که خود برنامه دیگر را می طلبد.